سلام به همه دوستان کانال مستر سرمایه. یه سوال ساده دارم ازتون. اگه فردا صبح از خواب بیدار بشی و دلار شده باشه 68,000 تومان چه حسی داری؟ یا برعکس اگه یه شبه بره بالای 90,000 تومان آماده ای؟ امروز قراره درباره 3 سناریوی کاملا واقعی صحبت کنیم. سناریویی که همین حالا توی اتاق فکر بازار ارز در حال رخ دادنه. اگه واقعا برات مهمه بدونی قراره چی پیش بیاد یا چه وقت خریدنه و چه زمانی باید دست نگه داری، این ویدیو دقیقاً برای تو ساخته شده. فقط خواهش میکنم یه لایک کوچک بزن که موتور الگوریتم یوتیوب بفهم این محتوا ارزش دیده شدن داره و بریم سر اصل ماجرا. خب دوستان، نرخ فعلی رو میبینید 83,500 تومان هست. سناریوی اول توافق کامل، واقعی و پایدار هست. اینجا با یک توافق واقعی طرفیم، یعنی رفع تحریم ها، دسترسی مستقیم به منابع دلاری، افزایش فروش نفت و اتصال بانکی رسمی. تو این شرایط اول از همه انتظارات تورمی فروکش میکنه، دلار به شدت عرضه میشه، هم از طرف دولت هم مردم عادی که تو قیمت بالا خریده بودن و الان میخوان بفروشن. ممکنه نرخ دلار حتی تا 70,000 تومان و 68,000 تومان بیاد پایین، حتی کمتر اگر فشار تبلیغاتی قوی باشه. اما یه چیزی رو یادت نره، اقتصاد ایران ساختار تورمی داره، یعنی حتی با بهترین توافق پایین موندن نرخ دلار موقتیه. شاید چند هفته چند ماه بعدش دوباره یه رشد آروم شروع میشه، چون پایه پولی، نقدینگی و بودجه همچنان مشکل دارن. خب بریم سراغ سناریوی دوم، یعنی توافق نصف و نیمه یا موقت. تو این حالت یه چیزی شبیه توافق 6 ماهه یا آزادی بخشی از پولهای بلوکه شده انجام میشه. بازار تو واکنش اولیه خوشحال میشه، دلار میاد پایین شاید تا 75 یا 78 هزار تومان، ولی این خوشحالی دوامی نداره، چون مشخصه که این پول یک بار مصرفه و خبری از ثبات اقتصادی نیست. اینجاست که خریدارها مردد میشن، میپرسن بخرم یا نه، بالاتر میره یا صبر کنم. بازار دچار تردید میشه، فروشنده هم حاضر به تخفیف نیستن. خریدار میگه شاید بریزه، نتیجه دلار دوباره آروم آروم میره بالا، میچسبه به 80 یا 82 هزار تومان. یه حالت نوسانی ایجاد میشه و اتفاقا فرصت خوبی برای نوسانگیرها هم هست. اگه تا اینجا حس کردی داری یه چیزی جدیدی یاد میگیری، لطفاً همینجا سابسکرایب بکن. این فقط یکی از چند ده تحلیلیه که تو این کانال مستر سرمایه میشنوی، اونم بدون شواف و حباب. خب بریم سراغ سناریوی سوم، مذاکرات به بنبست بخوره. اینجا دیگه اوضاع جدی میشه. فرض کن مذاکرات تعلیق بشه یا حتی خبرش درس کنه که توافق فعلا منتفیه. بازار به سرعت واکنش نشون میده، خریدارهای قدیمی دوباره فعال میشن، تقاضای فیزیکی بالا میره و دلار میتونه تا 85 و 90 هزار تومان بره بالا. تو این فضا دیگه کسی دنبال سود نیست، مردم دنبال نجات سرمایه‌شون هستن. میرن سمت بازارهای مثل طلا، ارز، خودرو و حتی خونه دوباره جون میگیره. دولت سعی میکنه کنترل بکنه، ولی تجربه نشون داده درباره شوک‌های روانی ابزار چندانی نداره. حالا برگردیم به سوال اول. فردا صبح بیدار بشی دلار 68 هزار تومان باشه، میفروشی یا میخری، یا نگاه میکنی و دست به هیچی نمیزنی؟ هر کدوم از این سناریوها ممکنه واقعیت فردای ما باشن. این تصمیم توئه که براش آماده باشی یا نه. نظر درباره محتمل ترین سناریو چیه؟ توی کامنت ها برامون بنویس و اگه هنوز سابسکرایب نکردی الان وقتشه، چون تو ویدیوهای بعدی و ویدیوهای قبلی هم درباره طلا گفتیم و قرار ویدیوهای بعدی درباره مسکن و حتی رمز ارزها هم بگیم. ممنون میشم که وقت تو گذاشتی برای ما و با ما همراه بودی.